ویدیو شماره 3 برای امروز یورویشتی تایم فریم 1 دقیقه. ببین من گفتم اگه بیاد زیر اینو بزنه در برگشت سل میگیرم، وگرنه ممکنه این یک گپ باشه و از این همین اینجا قیمت صعودی باشه. خب و چون هنوز داخل تریدینگ رنجیم من از استراتژی های مربوط به موینگ اوریج استفاده نمی کنم، ولی اینجا یک استراتژی خیلی جالب روی داد. اگه قیمت اینجا نبود میتونستیم ازش استفاده کنیم، ممکنه روی بده، ولی چون اینجا ناحیه اج معاملاتی من نیست، من اینجا معامله نمی کنم. ببین استراتژی به این صورته: اگه قیمت به صورت لگ 1 لگ 2 به یک جایی برسه، ببین این لگ اول تا اینجا و این هم لگ دوم، خب و این لگ 1 لگ 2 به این صورت باشه که لگ اول به صورت لگ 1 لگ 2 باشه، اصلاح یک اصلاح سریع باشه، یک اصلاح شارپی باشه و بعد از اون قیمت به صورت 1 2 3 لگ اول لگ دوم لگ سوم خب به یه ناحیه‌ای برسه، ما انتهای لگ سوم معامله رو میگیریم، استاپ رو به اندازه این لگ قرار میدیم، خب و تی پی رو اینجا قرار میدیم. این میشه تی پی. خب حالا چون اینجا اج معاملاتی من نبود، من اینجا معامله نکردم، ولی یکی از استراتژی های خیلی قوی هستش. دوباره توضیح بدم: لگ اول، خب این لگ دوم میشه و این لگ دوم اصلاح بین اینها یک اصلاح شارپی و ببین توی دو تا کندل قوی اومده و بعد لگ دوم به صورت 1 2 3 اومده. خب همینجا شما میتونید وارد بشید و تی پی هم که میشه اینجا، یعنی الان نزدیک به تی پی خودش است. تقریبا فکر کنم تی پی 2 رو هم میداد. بله تی پی 2.5 میداد.